درود، من هنام و به کانال یوتیوبم خوش اومدید. بچه این ادامه ویدیو قبله. به خاطر اینکه من فکرشو اصلا نمی کردم که تو اولین ویدیوم بتونم 40 دقیقه صحبت کنم و خب چون خیلی زیاد و طولانی شد گفتم شما هم حوصلتون سر میره، خسته میشین و اینا. تصمیم گرفتم که اون ویدیو رو به 2 پارت تقسیم کنم که یکیش آپلود شده احتمالاً الان که دارین میبینین، اون یکیش هم احتمالاً فرداش آپلود خواهد شد، شاید هم همون روز، بستگی داره. راستش بچه من به خاطر مشغله کاری که خیلی دارم، یه ذره شلوغم، یه ذره ادیت ویدیوها، تایم گذاشتن روش برام سخته. همین که خوب بلد نیستم و وقت آموزش دیدنم راستشو بخواید ندارم. اگر شما کسی رو میشناسید که ادیت میکنه ویدیوها رو، میتونه ادیت کنه و من براش ویدیومو بفرستم ادیت شده تحویل من بده که من آپلودش کنم، فقط حتما به هم معرفیش کنید، به هم داخل اینستاگرام پیام بده، خیلی خوشحال میشم کمکم کنید. الان که ادامه اون ویدیو گفتم بریم بیرون، راستش من رفتم سر کار، یه سر به سر کارم زدم و در واقع امروز روز آف من بود و باید برم یه ذره خرید کنم برای خونه رو تمیز کنم. خب من از خریدام برگشتم، گفتم گوشیم باتری نداره، اومدم چک کردم دیدم تو کیفم من پاور بانک دارم، خدا رو شکر. البته تو ماشینم هم شارژر دارم ولی شارژرش گوشی رو شارژ نمیکنه زیاد، بیشتر شارژ رو نگه میداره. از اونجایی که احتمالاً برسم خونه جنازم، خستم، همه الانش خیلی خستم، از صبح زود پا شدم، دیشب دیر وقت خوابیدم، گفتم یه ذره تو ماشین با هم حرف بزنیم. خیلی گرسنم بود، یعنی از صبح هیچی نخوردم، فقط از خواب پا شدم قبل از که ویدیو رو شروع کنم بگرفتن یه کافی زدم بر بدن. راستش بچه ها من یه ذره معتاد کافئینم، نمیدونم چرا اصلا به بدنم نرسه احساس میکنم انرژی ندارم، نمیدونم. الانم یه دونه ردبول خوردم با غذام که یه ذره انرژیم بیاد بالا و خیلی بده، خیلی دوست، چون اصلا ناخواسته این صبح که از خواب پا میشم حتما یه دونه کافی رو میخورم. بعد اون بذار من دوربینم خوب بگیرم، بعد اون تو سر کار حتما بعضی وقتا 2 تا شده ردبول من میخورم، بیشتر وقتا سعی میکنم با یه دونه، ولی 2 تا ولی خیلی بده، به خاطر که من یک زمانی خیلی زیاد انرژی درینک مصرف میکردم، ایران بودم زمان کنکورم و اینا، بعد تپش قلب شدید گرفته بودم. الانم من تپش قلبو دارم، نباید یعنی زیاد مصرف کنم، فقط بعدش اینه که خیلی چاق شدم، یعنی صورتم توپل شده، خب به خاطر قندشه دیگه، قندم باعث حالا چاقی بدن، چاقی صورت، منم خب اولجایی که چاق میشه صورتمه، یعنی من هر چقدر لاغر بشم مثلا اینجوری بشم با صورتم صورت پریه، ولی این کافئین لعنتی، این انرژی درینک لعنتی قند خالصه، فقط پف میاره رو صورت، نباید بخورم ولی نمیدونم چی کار کنم، واقعا نمیدونم چی کار کنم، این اعتیاد من چی جوری بذارم کنار، تمام تلاش همو میخوام بکنم. امیدوارم که بتونم، اگر بتونم، یعنی اگر وقت کنم، خیلی دوست دارم یه برنامه‌ای بذاریم که یک روتینی رو با هم بریم جلو، یه ذره بعد تایمامو خالی کنم، باشگاه رو دوباره شروع کنم، پیاده روی، سالم غذا خوردن. الان واقعا به دلیل مشغله زیادی که دارم اصلا
تایم هیچ کاریو ندارم، واقعا تایم تفریح هم ندارم، اما دارم تلاشمو میکنم که برای تک تک اینا واسه خودم زمان بذارم، روحیه‌مو دوباره برگردونم، اون آدم پرشور و پرهیجان بشم. اینو میخواستم بگم. الان که داشتم غذا میخوردم، داشتم عشق ابدی هم نگاه میکردم. شما نگاه میکنین؟ من راستشو بخواین از وقتی که نگار هست شد دیگه واقعا چه علاقه به عشق ابدی ندارم، اصلا جذاب نیست برام دیگه. نگار رو خیلی دوست داشتم از روز اول من نگار رو دوست داشتم و به همه میگفتم، همه میگفتن نه ممکنه فلان باشه اینجوری اونجوری، من گفتم این عالیه، این دختر پرفکته. از وقتی هم که هست شده اصلا عشق ابدی و علاقه من نیستم، فقط بعضی وقتا مثلا بیکارم چیزی رو ندارم ببینم و اینا میرم پلی میکنم رو دور تو، مثلا پشت فرمونم و اینا. قبلا خب آهنگ گوش میدادم، الان نمیدونم به خاطر کهولت سن چیه دیگه حوصله ندارم زیاد موزیک گوش بدم، چون تو سر کارم هم همش موزیک پخش میشه و اینا دوست ندارم. مثلا تایمی که دارم رانندگی میکنم دوست دارم مثلا پادکستی، ویدئویی، فیلمی چیزی پلی شه، که عشق ابدی میذارم رو X2 با دور تون میبینم. وای که چقدر من از این طناز و شاین و ماهرخ و پژمان بدم میاد، چقدر من از این 4 نفر متنفرم. از سفدا خوشم نمیاد، از امیر حسین خوشم نمیاد، ولی از شاهین و طناز واقعا حالم به هم میخوره. پژمان و ماهرخ واقعا عوضیان، یعنی این 4 نفر واقعا بیشعورن. من نمیدونم چرا اینقدر من هرس میخورم. هی بابا اینجوری. حالا چیکار کنیم؟ من خرید کردم یه سری خرید چرت و پرت اینا، اگه بتونم اینجا فیکستون کنم دیگه خریدا رو نریم خونه نشون ندم دیگه، همینجا بهتون نشون بدم. بزنم گوشیمو کجا میتونم بزنم؟ پایه دوربینمو، یعنی پایه گوشیمو که تازه خریدم بچه‌ها. یه ویدیو میگیرم از نورایی که خریدم میذارم. 2 تا نور یعنی یه پک نور خریدم که خودش توش 2 تا نور میومد که واسهتون میذارمش. ویدیو امروزمو که ویدیو یعنی قبلیمو نمیدونم حالا کی قراره کدومشون آپلود شه، اونی که جلوی آینه دارم خودم معرفی میکنم، اون ویدیومو من با اون نورا گرفتم و به نظرم خیلی خوب بود. حالا واسهتون بعدش وقت کردم یه ویدیو از لایت ها میذارم. اینم پایه گرفتم برای موبایلم که بتونم موبایلمو روش بذارم تا قد 1.80 180 سانتی متر بلند میشه. اینش هم میچرخه، یعنی گوشی رو میتونی هم اینوری بذاری هم اینوری عمودی و افقی. ولی اینو من نمیدونم الان کجای ماشینم مثلا میتونم بذارم که خریدمو بهتون نشون بدم. واسه من اینو فیکسش کنم ببینم میتونم کاریش کنم که خریدا رو ببینیم. خب بچه‌ها اگه من تصویرم بده به خاطر اینکه داخل سلفیه دوربینم، دوربین سلفی گذاشتم که خودم بتونم راحت ببینم و اینکه آفتاب داره از این ور میزنه و تو پارکینگ فروشگاه. خب خریدایی که کردم به هم نشون بدیم ببینیم چی چرت و پرتایی خریدیم. تازه امروز یکمه. البته خرید زیادی نکردم به خاطر که خیلی خسته بودم امروز، دیشب نتونستم خوب بخوابم. اول دونه تیشرت خریدم، می تیشرت معمولیه که فقط روش نوشته دیزل، هیچی نداره. یه تیشرت مشکی ساده است چون که تیشرت مشکی نداشتم، یعنی تیشرت مشکیم خراب شده بود و من یه مدت طولانی یهو رفتم تو سفید ناخواسته. تمام چقدر لباسم بد میمونه، چون من اینجوری نیستم این اینجوری بد میمونم.
ناخواسته همه لباسهای من سفید شد و الان اصلا نمیتونم چیزای رنگی منگی یا مشکی تو کمد لباسم پیدا کنم، ولی الان دلم خود دوباره مدت مشکی بپوشم. این بار بخریم. اینو که فکر کنم بهتون نشون دادم، شمع یانکیه با بوی لوندر. دوست دارم لوندر و جزمین مورد علاقه‌ام. اگه دقت کنید خوشبو کننده ماشینم هم بوی یاسه، اینم یانکیه. خیلی خوبه یاسش، خیلی خوبه خیلی، ولی خب لوندرش هم خوبه ولی یاسش باز بهتره، ولی خب چون این آف خورده بود دیگه. اینو میخواستم جزمینشو بگیرم. این از ایناست که اینجوری میشکنیش میذاری داخل از اون ظرفا، بعد زیرش از این شم فارمری دقیقا نمیدونم چه شمی روشن میکنی آب میشه بوش بلند میشه. اینو میخواستم جزمین بگیرم. این خیلی ارزون بود، فکرشو نمیکردم. 1 پوند و 99 پنس. البته خب بچه ها اگه بخواین به پول ایران حساب کنید زیاد میشه، نباید حساب کنید، هیچ وقت ضبط رو نکنید، به خاطر که خب اینجا میارزه با درآمد اینجا، مثلا پولی نیستش 1 پوند برای این چیز. البته گرون هستش واسه این یک چیز مسخره که قراره 1 2 3 4 5 6 تا دونه منگوله داره بخوای اینقدر پول بدی، ولی تبدیل نکنید هیچ وقت، این بدترین اشتباهه. اینم یانکیه، اینم قاطی کردم، اینم لوندره، اینم لوندره، جفتشون با رایحه استخوان رایحه. خمیر دندون خریدم بچه من اسم خمیر دندونم رو یادم رفتش چیه، خمیر دندونی که میزنم، حالا پیداش کردم واسه تون میذارم. از اون خیلی راضیم، ولی نمیدونم چرا یه مدتیه که هیچ جا پیداش نمیکنم. تو هر وبسایتی میرم اویلیبل نیست، یعنی موجودی ندارن، نمیدونم چرا دیگه. این سنسودایی شنیده بودم خوبه، قبلا هم سنسودایی میزدم ولی خیلی ارزون بود سنسودایی. من اصلا فکر نکنم هیچ وقت تو زندگیم این خمیر دندون بالای 2 پوند یا 3 پوند خریده باشم. الان قیمتشو بذاری من براتون بخونم. خمیر دندون سنسودای چرا نزدت خریدای دونه دونمو، یه رسید کلی داده کل خریدامو. دیوونه این چیزی هستین؟ مسخره است. کلن خریدای دیگه هم بده بتونشون بدم. شامپو خریدم و نرم کننده برای کله های خشک، چون من سرم خشکه. و این شامپو، نرم کننده و این خمیر دندونه رو باورم نمیشه شده 21 پوند و 97 پنس. خرید آنچنانی نکردم لباسم. و من از این توت بگا دارم، 2 تا دارم، یکی اینه که من این مشکیه کوچیک‌تر معمولا تو کیفمه، یه دونه دیگه بهتون گفته بودم که من عاشق ون گوگم، یه دونه دیگه از اینا دارم تو ماشینمه و وقتی میرم خرید میکنم من معمولا اگر همراه هم باشه کیفم و اینا هیچ وقت پلاستیک نمیگیرم از فروشنده ها، معمولا چیز میکنم. گفتم بذار باهاتون حرف بزنم حالا که مثلا نشستم تو ماشین و قبل از که برم خریدای خونه بکنم، اونم نمیدونم آیا اصلا حوصله دارم برم خرید واسه خونه بکنم یا حوصله ندارم. هر حال مارکت، سوپرمارکت نزدیک خونم. بچه اینو یکی از دوستان برام خریده
داره. دفتر همجور دفتر خریدش، منم کردمش دفتر برنامه ریزی برای یوتیوب. میخوام از این به بعد چیزایی که تو ذهنم میاد و گذاشتم توی کیفم. من معمولا یه کوله پشتی همراهمه، چون که مثل این پیرزنا همه چی تو کیفم دارم. البته مثل پیرزنا نه، و دوستان بهم همیشه میگفتن مثل پیرزنا، نمیدونم. حالا همه چی تو کیف من پیدا میشه. این دفترم هم میذارم داخل کیفم که هر وقت، هر زمان، هر چیز جدیدی به ذهنم رسید یا شما به هم گفتین و همون لحظه بنویسم که بتونم تولید محتوا کنم. ببخشید زیپمون صدا داد. و در کنار هم کانال یوتیوبمون رو بچرخونیم. خیلی خوشحال شدم. مرسی که ویدیو منو تا آخر نگاه کردین. حتما به صفحه اینستاگرام من سر بزنید، اونجا منو فالو کنید و هر زمانی که کانال تلگرام بزنم حتما لینکشو وسطتون میذارم، هم تو اینستاگرام میذارم هم تو یوتیوب میذارم. میتونید توی اینستاگرام هم بهم پیام بدین راجع به ویدیوها، راجع به همکاری ها. همونطوری که گفتم من دنبال ادیتورم. اگه خودتون ادیتورین یا اگه ادیتوری رو میشناسید که بتونه به من کمک کنه برای ادیت ویدیوام، که من به ذره بتونم آزادانه تر ویدیو بگیرم، راحت تر ویدیو بگیرم براتون، حتما به هم معرفی کنید. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. فکر نکنم حرف کلمه قشنگی نبود. میتونم بگم که مرسی که باز ویدیومو نگاه کردید. با سپاس و تشکر. بدرود.